با یک روز دشوارترین دچار شدیم برای آنکه امروز به خواهش ما به رازیگی ما میخواهند خانه های همسایه همین کوچه از گویم که بردارند. بیشتر از 50 ساکین کوچه شفچنکو در مرکز دوشنبه دعوا دارند در برابر تخریب خانه‌هایشان هیچ پول یا محل اقامت موقت دریافت نکردند. اصلا رئیس حکومت ناحیه اسماعیل سامانی با ما وا خورده بود، لیکن یگان حجت رسمی که عایدی همین منطقه را یعنی از جا به جا کردن است و شرط های اساسی درباره چی است با ما هیچ چیز نفهمید. ساکنان نقل میکنند که دیگر مقام حاضر نشد قبل از ویرانسازی منزل‌هایشان با آنها گفتگو کند. 3 روز پیش به آگاهی با ویران کردن خانه‌ها شروع کردند. گلبیبی ایسایوا صاحب 3 نبیره خردسال وقتی از خانه بیرون برآمد دید آدمان ناشناس بامی خانه‌اش را ویران میکنند. آنها را راند و 2 روز باز میخواهد از نمایندگان شرکت ساختمانی عامل‌های کوچانیدنش را بفهمد، اما آنها از او میگریزند. میبخشی دادر جان؟ ای ولی گوش نمیکنم، گوش نکرد، نمیخواد من رفت. تلاشی ما نیز برای دانستن وضع به نتیجه انجام یافت، چون که این مرد که خود را نماینده حکومت اسماعیل سامانی معرفی میکرد به سؤال ما چنین واکنش کرد. من نماینده حکومت نویه یا مخته گم ندارم، این مردم همشه فهموندگی مرحمت این اوفیسای بیم بدور این همونجا نماینده ساختمان میفهمونند یگان گپ زوتی نیست، مرحمت اینا کدومید گپ دوری. همین قرار شما دیدگی هستید مثلا خود شما نماینده حکومت مخته گفتم که خطا ما گپ ندارم، ما مردم خودی گپ چه شما گپ نداری آخه ما برای کی گپ ندارم مرحمت بیلی جان چوشیده کم یک همین همون قرار نشان دادگی شما. به هر حال یک نفری که گفت در شرکت ساختمانی کار میکند یک نسخه اجازتنامه را پیشنهاد کرد و اظهار داشت که در این زمین بینای وزارت عدلیه را میسازند. از گفته ساکنان برمیآید که مقامات شرکت ساختمانی را بر پرداخت جبران منزل‌های ولنگار شده مسئول کرده است. فیروزا میگوید به نمایندگان شرکت مراجعت کرده است و خواسته است بفهمد که تقدیر او و 6 کودکش چی می شود. آیا برای اجاره منزل موقت به آنها پول می دهند یا نه؟ اما جوابشان او را نگران کرده است. وقتی که شخص میگوید که من مبلغ ندارم و قرض کردم، آیا با او باور کردن ممکن است که او ما را به خانه تامین میکند یا نه؟ بر طبق قانونگذاری تاجیکستان شهروندانی که کوچانده میشوند به منزل همسان باید تامین شوند یا جبران مالکیتی از دست رفتهشان با نرخ بازار پرداخت شود. گلخمار صاحب 4 فرزند است و خانه‌اش را الکی ویران کردند. جای رفتن ندارد و میگوید شرکت ساختمانی پیش او برای گرفتن منزل شرط‌های گذاشته است که قابل قبول نیست. این افتی که $10,000 میتی با یک خونه بود. گفت نخیم گفت. 7,000. این از کجا میشه خونه؟ نه این طرف. ما همینجا همون داریم. من روزی من 2,000 خودت بفهمی اگر در این میان 2 نفری هم بودند که میگفتند شرکت ساختمانی برای اجاره منزل موقت به آنها پول داده است و آنها با اعتراض همسایه‌های خود راضی نیستند. ساختمان مجبور نیست یگان کس بسر ما نمیلیسه اومده نه یگان کس اومده یگان کس نبوده. خدا ما تا آرامی چو آخر میگم چو تا تخته تا بگیر بر کجای کرای رفتن گوش. تخریب بیناهای قدیمی استقامتی در دوشنبه بر اساس نقشه کل سال قبل شروع شد. بر اساس این نقشه باید تمام بیناهای تا 4 آشیانه در مرکز پایتخت ویران شوند و به جای آنها بیناهای تا 25 قبته بسازند. ساکنان از آن ناراضگی میکنند که در تامین منزل همسان به آنها حقوقهایشان پایمال می شود. با ناحیه شامنصور سفربر کردنی هستند و وقتی که ما میگوییم که ما از همینجا خانه ما در ناحیه اسماعیل سامانی است، ما افتخار میکنیم که شهروند کوچه شevchenko و ناحیه اسماعیل سامانی هستیم و در همین منطقه میخواهیم که ما را صاحب خانه کنند. دیگر هیچ چیز ما لازم نیست.